این لامصب و آتیش بزن بنداز دور. اگر اینایی که بهت میگم نیستی، آتیش هم نمیگیره. پاپیون یه اکسسوری خیلی شیک به حساب میاد که فقط زمانی شما میتونی اون رو توی استایلت استفاده بکنی که نقش شما توی اون مهمونی، توی اون جمع یا توی اون مراسم با بقیه مردم فرق کنه و یه جورایی کانون توجهات شما باشی. یعنی چی؟ شما یه مراسم عروسی رو در نظر بگیر، تنها کسی که توی اون جمع اجازه داره که از پاپیون استفاده کنه فقط و فقط خود دوماده. به طور کلی پاپیون باید زمانی توی استایل شما استفاده بشه که شما رسما گل مجلس یا قراره یه همچین چیزی اینجوری بیاد و فقط شما رو شو آف کنه و همه توجهات رو به سمت شما معطوف کنه. حالا آیا فقط باید دوماده از پاپیون استفاده بکنن؟ نه خیر آقا جان. شما توی یه جمعی که قرار میگیری، توی یه مراسمی که قرار میگیری، هر کسی یه نقشی داره. یه نفر میزبانه، یه نفر میهمانه، یه نفر تدارکاته، یه نفر خدماته. توی این نقشایی که دارم به شما میگم فقط و فقط کسی میتونه از پاپیون استفاده بکنه که تو مرکز توجهات قرار داره. مثل یه سخنرانی که توی یه همایش میخواد برای مردم سخنرانی کنه، یعنی لازمه که مردم بهش توجه کنن، این قراره با مردم حرف بزنه، باید با مردم طرف بشه. و یا مثل یه مجری یه برنامه‌ای که باید با مردم تعامل داشته باشه و بازم میگم باید توجهات به سمت اون آدم باشه. پس اگر شما کسی نیستی که قراره توی اون جمع همه توجهات رو به سمت خودت معطوف کنی و رسما قرار نیست چیزی به مردم ارائه بدی، بهتره که از پاپیون استفاده نکنی تا یه حالت کیرینج و همچین پیکمی به خودت نگیری. و البته پاپیون برای افرادی که گردن‌های خیلی نازک و یا قبقب‌های خیلی بزرگی دارن، یا افرادی که خیلی لاغر هستن و شونه‌های باریکی دارن، و یا برای افرادی که گردن‌های خیلی بلند یا گردن‌های خیلی کوتاهی دارن هم باز توصیه نمیشه. خب حالا که نباید پاپیون بزنیم و کراوات هم دوست نداریم استفاده بکنیم، پس چیکار باید بکنیم؟ یه سری جایگزین برای پاپیون هست که توی پست بعدی بهت گفتم.